سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پارسا گیمر هستم و دوستان به این ویدیو از بازی کردن ماینکرافت سریونال خوش اومد. دوستان من میخوام امروز از یه روش‌های خاصی برای بازی کردن ماینکرافت در حالت سریونال به شما توضیح بدم. دوستان اولین کار که بهتره بکنید اینه که چوب بکنید یه مقدار. نه خیلی زیاد، نه خیلی هم کم، مثلا 5 تا خوبه. اینا کجا افتاد؟ میرید توی کرافتینگتون و اوتپلنکس میرید، یه کرافتینگ تیبل میذارید اینجا. بعد حالا کلنگ میسازید، تبر میسازید. حالا بخشی دیگه وسایل من نمیرسه، من میشه شمشیر و بیل و این وودن هو این چیزا هم بسازید. اگه دوست داشتین میز کارتون رو برمیدارید. بعدش یه جا خوب مثلا تو جنگل باشه، مثلا اینجا میرید که شروع کنید یه معدن که سنگ جمع کنید و اگه دوست داشتین خونه سنگی بسازید و وسایل‌های سنگی. به این کار میگم ماین کردن بیشتر آدم. میرید پایین تا دیگه خاکا اذیتتون نکنه. چند تا راه میتونید برای معدنتون بذارید. اگه خیلی تاریک شد، به جای اینکه زغالو از توی معدن پیدا کنید، بیرید یه دونه فورنیس میذارید. بعد با تبرتون یکم چوب میکنید به این صورت. یه چوب حالا اوچپلنکس هم میشه، حالا من اوچپلنکس میذارید اینجا و همینجوری که میبینید، همونطور که میبینید نوشته چارکول. حالا با این میتونید مشعل بسازید. همین رو میتونید بذارید توی بخش فول که مثلا ماهی بذارید بپزید. بعداً میتونید شن هم با استفاده از گذاشتن شن به تو بخش اینپوت شیشه بگیرید، شیشه گلاس. بیشتر پلیرهایی که خوششانسن بعضی موقع میرسن به روستا و میتونن اگه چیزا خوب داشته باشن با ویلیجرها معامله کنن، که این کار بیشتر پلیرها میکنن. کم کم داره شب میشه و یه راهی که میتونین شب و اگه دوست دارید مثلا ماه‌ها اذیتتون کنن، به توی این بخش حالا یک کم که زیاد توی ورلدتون بمونید دیگه، اونی که میتونید از طریقش شب و روز کنید، مثلا هوا رو عوض کنید، مثلا هوا رو بکنید بارونی و
میتونین اینا رو تغییر بدین از طریق اونجا که من حالا بهتون یاد میدم، چون یه چند دقیقه است اومدم توی این دنیا. دوستان این خیلی جالبه، این که همه تنه درخت‌ها رو بکنید، فکر کنم خود برگ درخت‌ها هم به مرور زمان از بین میرن. این خیلی جالبه. و نگاه کنین الان اگه سنگ داشته باشید وسایل سنگی میاد که من گفتم که یه سری وسایل دیگه هم قرار بسازیم. دوستان من بیلو وقت نکردم بسازم چون آیتم اضافی نداشتم، بخاطر همین مردم. خب میبینید که بازم نمیتونیم، اشکال نداره. اینجا بعضی موقع برای من که هیچ وقت نمیاره، حالا نمیدونم چرا، بنویسید تورچ اگه شمع میخوای یا مشعل، همون میزنید یه 4 تا دونه تورچ میگیرید، میتونید بذارید تو معدن. حالا توی معدن میتونید جا هم زیر زمین میتونید خونه رو کنید، هم بالا. میگم خونه سنگی زیاد خوب نیست، اما چوبه خیلی قشنگه. مثلا من توی یکی از مپام یه خونه با اوک پلنکس و نرده و این چیزا ساختم، بعد کم کم زمین کشاورزی ساختم، بعدش یه دونه از این یه چند تا حیوان، مرغ و گوسفند و گاو آوردم گذاشتم دوره همون از این نرده ها. بعدن هر وقت میخواستم میرفتم بهشون غذا میدادم، از این کار میکردم. اومد این اومد. و شب هم میتونید با ماکا بجنگید. و الان این مثلا کریپر میتره که، و اگه خیلی هم نزدیکش باشید میمیرید. دوستان با این آیتمی که الان همونطور که مشاهده کردید کریپر کشیم و الان هم یه رو دیگه داره میاد سمتمون. با این آیتم شن هم باش قاطی کنید، وای تکی. میتونید TNT درست کنید، یه دونه TNT که با فیلینت چیز میشه میترکه، و اگه بلوک ردستون بذارید تازه با پیستون و اهرم هم میترکه اگه کنارش بذارید. خب دوستان ما اینجا الان یه چند تا دشمن مزاحم داریم. وای راستی من شمشیر دارم. بودا دوستان من 1.5 جون دارم، خاطر همین دوستان برای کم کم میتونید مثلا اگه دوست داشتید قایق درست کنید، به یه زمین صاف و خوب، یه جنگل خوب پیدا کنید و برید یه جا که بتونید خونه بسازید. دوستان این اسکلتونه تیر پرتاب میکنه و توی آب هم با تیرکمونش میزنه، و اونم اندرمن که همه از بس کاره چیز میکنه، اصلا آدمی نیست که نشناستش. واقعا چقدر آیتم داره.
دوستان من چون واقعا دارم اذیت میشم یه قایق ساختم که کم کم سفر کنم و برم. وسایلم همون توی آب بندازم. آیتم اضافی رو که این اسکلتون متاسفانه نمیذاره ما بریم، پس ما راهمون رو عوض کنیم. او داره تیر میزنه. اینجا خیلی شبیه مپیه که یه بار رفتم. وای سپایدر. یه دونم اسکلتون اونجاست، یه دونم کریپر اونجاست که من سریع واقعا باید فرار کنم. اینه قشنگ شانس من. این وسایلمو بندازم. بچه‌ها جالبه توی آب هم زامبی هست. خاک بچه دردم میخوره. خاکم میندازم. من نمیتونم شاید چرا آیتمو گرفتم؟ دوستان اینا از همونایی هن که اگه دیده باشید قورباغه ها روش میپرن. میتونیم من برمیگردم میذارم اینجا دیگه. ای بابا وای نه من 20 تا سنگ دارم که الان دوست دارم یه جایی احساس کنم یه جای قراره نصیبمون بشه که یه جای خوب باشه برای خونه ساختن. اونجا ما میتونیم بریم ماین کنیم، یعنی همون جای معدنمون مثلا باشه. فیلم بزنیم اگه شانس ما بشه. دوستان اگه بشه من یه بار تو حالت کریتیو یه کارو کردم. نه شیت وای نه رو سمت آید. سلام اسکلتون. گفتم اسکلتون نمیتونه توی آب تیر بزنه. خیلی شانسش کردم. وای دوستان اینجا نه زامبی هست نه چیزی. اینجا میتونه یه جزیره کوچیک باشه و خیلی هم خوب. چیزی یه لحظه توجه هم کرد. عجب جایی. اونجا برخورم یه پودل میزن اما خیلی هم بزرگ نیست. نه کار راه انداز که هست. شب تموم نمیشه هیچ وقت. آره الان فکر کنم درخت از بین بری. البته بذار همین تنها من آمد دیر مارکه رفته. مثلا من یه بار غرق شدم. این خیلی طبیعیه. مثلا زامبیا و ماب‌ها هم میتونن بکشنتون کلا نمیشه. این فکر کنم داده. وای نه وای تو حرف اینو که زنم عادیه دیدی خودم بود.
مهم نیست، اونجا جلو چشمه. اونجا برم انتقاممو بگیرم. دوستان با اینا میتونیم آرت درست کنیم. دقت کن آرت نگاه شوگر مونکیده یه جا بود خیلی خوب بود اونجا برم این جزیره دارم میام. من میخوام برم توی اون معدنه. آخه بالاخره صبح شد. دوستان دیدین تو من موندم صبح شد. شانس رو میبینی وسایل ما همینجا باید میکنم. ببینم من دوتا چیزی خودسی یا ندارم. شاید داره. همین دوستان من میرم. دوستان بعد اینا رو میتونید چیز کنید. بعد با استخون اسکلتان میتونید یه چیزی درست کنید که محصولات رو مثلا قدش رو بلند کنید رسیده تر. خب من کلا ندارم که بخوام ماین کنم واقعا. الان یادم افتاد اون تخت من که 11 تا چوب دارم. برای چی بکنم که اینجا دوستا میام اینجا نمیز روی مکرد. وای دوستان این خیلی خوبه کم فایه. ببینم من که قرار بود کلنگ بسازم. آره کلنگ. وای نه چیکارش کنم چجوریش کنم. خراب دیگه خراب شد. خراب بود. خب من که دورم دوستان چی بود؟ چند پای عجب سنگای خوش. سنگ خوشگل و زشتی نداره. من میگم عجب سنگای شیرو. نه اینو بعد موقع اینا بهتون چیز میدم. فیلینت فکر کنم فیلینت بود. آره فیلینت میدن. برای آیرون گولم هم که استفاده کنید یعنی آهنم که استفاده کنید میتونید یه دونه فندک آتش زن بسازید. چرا میگم فندک؟ من نمیتونم برم بالا. نه آد دوستان گوسفندن بذار بکشمشون. داشتی باید دعوا میکردی من نازمیم حد بزنم. دوستان ادامه ویدیو رو میتونید در پارت دوم ببینید. کانال منو دنبال کنید که خیلی پست و ویدیو میذارم. تا ویدیو بعد خداحافظ. بعد دوستان یه لحظه من یه چیزی مونده